بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم TCP/IP یا ترانسمیشن کنترل پروتکل و اینترنت پروتکل که امروز انشاءالله بالایی بحث میکنیم، معلومات بیان میکنیم انشاءالله و امید الله. TCP/IP یا اینترنت پروتکل یا ترانسمیشن کنترل پروتکل مجموعی از پروتکل هایی می باشد که برای اولین بار در سال 1970 در شبکه یا سویچینگ وزارت دفاع آمریکا ایجاد شد که در آن زمان این شبکه به نام آرپینت یاد می شد. آرپینت یاد می شد. همان شبکه است که امروز به نام اینترنت یاد می شود. این مجموعه پروتکل ها عبارت از قوانین عمومی باشند که محصول یک شرکت خاص نبوده، بلکه با همکاری چند گروه طراحی و تولید شده است. با استفاده از TCP با هر نوع کامپیوتر وصل شده و ارتباط برقرار می شود. این مدل دارای 4 لایه می باشد که مشابه به 7 لایه مدل OSI می باشد که با 4 لایه آن عبارت از اپلیکیشن لیر، ترانسپورت لیر، اینترنت لیر و نتورک اکسس. اپلیکیشن لیر بالاترین لایه مدل TCP است که مشابه به 3 لایه بالای مدل OSI یعنی اپلیکیشن پرزنتیشن سیشن می باشد که در آن پروتکل های FTP، SNMP و HTTP و DNS تلنت کار میکنند. بعضی این پروتکل ها یک برنامه بوده، اما بعضی آنها برای دیگر برنامه ها خدمات ارائه میکنند. لایه انتقال TCP لایه سوم بوده، مشابه به لایه انتقال مدل OSI می باشد که در این لیر یا لایه اطلاعات از دو پروتکل UDP و TCP استفاده میکند که این پروتکل ها به صورت ارتباطی connectionless و connection oriented کار میکنند. و لایه دومش است لایه اینترنت، عبارت از لایه دوم بوده که مشابه به لایه شبکه مدل OSI می باشد. پروتکل اصلی و مهم IP یا پروتکل اینترنت است و انکپسولیشن دیتا ها، مسیردهی پاکت ها، آدرسدهی و بخشبندی دیتا را برای پروتکل های لایه ترانسپورت انجام می دهد. بر علاوه این پروتکل های دیگر نیز در این لایه کار میکنند که عبارت از RPAS، IGMP است، ICMP است که دیتا در مدل TCP/IP نشان میدهد. لیر نتورک اکسس داریم. نتورک اکسس مشابه دیتا لینک لیر لایه فیزیکی مدل OSI می باشد که این لایه پاکت ها را در محیط انتقال شبکه قرار میده. همچنین دیتا را از محیط انتقال شبکه دریافت میکنه و وسایل مانند انواع میدیا، کارت شبکه در این لایه کار میکنه. پروتکل هایی که به منظور مشخص نمودن نحوه اتصال دیتا در شبکه استفاده میشوند نیز مربوط این لایه میشوند، مثل ATM است و ایترنت است. پروتکل ها قوانین و روش های برای ارتباط هستند. یعنی در حقیقت این پروتکل است که میگوید به چه زبانی باید صحبت شود. بین دو کامپیوتر ارتباط برقرار میشه. مثلا افغانستان چین زبان مشترک ندارند، با پروتکل انگلیسی با هم صحبت میکنند که همدیگر را درک کنند و اینجا انگلیسی میشود پروتکل. حالا در بعضی کشورهای همسایه مثل تاجیکستان ما زبان مشترک فارسی داریم که پروتکل مشترک ما محسوب میشود. وقتی از یک وبسایت بازدید میکنید باید از پروتکل HTTP استفاده کنید که پروتکل وب است. اگر غیر از این با آن ارتباط برقرار کنید زبان شما برای آن قابل فهم نیست و نمیتوانید ارتباط برقرار کنید. برقرار ارتباط بین شبکه ها پروتکل ها نظر به ضرورت استفاده میشوند. پروتکل اینترنت به منظور آدرسدهی کامپیوترها برای اینکه در شبکه قابل شناسایی باشند استفاده میشود. اطلاعات را به طرف مقصد هدایت میکنند که فرستنده و گیرنده پاکت را در شبکه مشخص میکنند و باعث میشود که پاکت به مقصد مورد نظر خود برسد. دیگر TCP
ترانسمیشن کنترل پروتکل. این پروتکل پروسه انتقال دیتا را کنترل میکند که آیا دیتا به مقصد رسید یا نرسید. اگر دیتا به مقصد نرسد یا قسمتی از آن در مسیر انتقال از بین رفته یا خراب شده باشد، دوباره دیتا را میفرستد تا زمانی که دیتا کامل به دسترس گیرنده نرسد همین پروسه جریان می‌یابد. پروتکل TCP در لایه انتقال کار میکند، یعنی لایه ترانسپورت. دیتا را به سگمنت‌ها یا قطعات کوچکتر تقسیم میکند و به صورت مسلسل آنها شماره گذاری میکند تا در هنگام دریافت دوباره و اساس همان شماره های مسلسل قابلیت یکجاسازی به صورت درست را داشته باشد. اطلاعات به دلیل مدیریت آسان‌تر و انتقال به صورت سریع در قطعات کوچکتر تقسیم بندی می شود. و دیگه پروتکل دیگه دارم به نام ARP یا Address Resolution پروتکل. این پروتکل مسئولی برقراری ارتباط میان آدرس IP و آدرس فیزیکی MAC می باشد. زمانی که پاکت ها از شبکه های مختلف عبور میکنند باید از پروتکل IP جهت شناساییشون استفاده نماید. اما زمانی که به شبکه محلی میرسند باید به آدرس MAC مقصد این مورد نظر تحویل داده شود و توسط پروتکل ARP بین این دو آدرس ارتباط برقرار میشود. و پروتکل دیگه داریم به نام ACMP یا اینترنت کنترل مسیج پروتکل. این پروتکل کارهای مدیریت شبکه از قبیل تشخیص خطا، IBOB شبکه، در صورتی که کدام خطا شناسایی شود گزارش میدهد. زمانی که شبکه یا هم مقصد قابل دسترس نباشد گزارش عدم دسترسی را هم نیز میدهد که وظیفه این پروتکل میباشد. و همچنین پروتکل دیگه دارم به نام HTTP یا Hypertext Transfer پروتکل. پروتکلی است که به منظور انتقال فایل های صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که یک استفاده کننده از وب سرور درخواست فایل میکند با وسیله این پروتکل فایل صفحه وب مورد به دسترس استفاده کننده قرار میگیرد. همچنین دارم FTP پروتکل، فایل ترانسفر پروتکل. از این پروتکل برای انتقال فایل ها در شبکه استفاده میشه. زمانی که استفاده کننده درخواست فایل میکند یک پورت را برای آن باز میکند، اما زمانی که سرور فایل را به فرستنده انتقال میدهد یک پورت دیگر برای آن اختصاص داده میشه و بعد از انتقال پورت دومی بسته میشود اما پورت اولی باز میماند تا زمانی که از طرف استفاده کننده بسته شود. همچنان داریم پروتکل دیگه به نام تلنت. این پروتکلی است که برای دسترسی از راه دور استفاده میشه. میتوانیم از راه دور وارد کامپیوتر شویم و تنظیمات لازم را انجام دهیم. حتی با استفاده از این پروتکل وسایل شبکه مانند سویچ، راوتر و نیز از راه دور غیررسالی مدیریت کرده میتوانیم. پروتکل دیگه داریم به نام DNS یا دومین نیم سیستم. این پروتکلی است که نام دومین رو به IP تبدیل میکنه و برعکس IP رو به دومین. این عملیه برای تبادل اطلاعات استفاده میشود. دومین نام یک وبسایت است که از دو بخش تشکیل شده است، مثلا facebook.com نام وبسایت صفحه اجتماعی فیسبوک است. پروتکل دیگه به نام POP3. این پروتکل برای دریافت ایمیل ها از یک سرور استفاده میشه که ایمیل ها بعد از دریافت توسط دریافت کننده ایمیل ذخیره میشوند. پروتکل POP3 یا پست آفیس پروتکل ورژن 3 راهی برای دریافت اطلاعات است. تاریخ آن به روزهای بسیار قبل از اینترنت که امروز استفاده میکنیم باز میگردد که در آن زمان کامپیوترها بندویت کمی در اختیار داشتند با سرورهای ایمیل در ارتباط بودند. به همین دلیل مهندسین پاپ را ساختن تا یک کپی از ایمیل ها با روش کامل از ساده برای خواندن دانلود شود و بعدا ایمیل ها از سرور حذف. مپ یا اینترنت مسیج پروتکل یکی از پروتکل های لایه اپلیکیشن مدل TCP است که در محیط وب اینترنت استفاده میشه. همچنان داریم فواید پروتکل TCP. فواید اولی هم است که موجودیت چندین پروتکل جداگانه باعث گردیده که تو سخت افزارهای متفاوت را استفاده بتواند و سخت افزار خاص وابسته نباشد. فایده دومش است که موجودیت چندین پروتکل در یک لیر برنامه ها را قادر ساخته که تا با انتخاب یک پروتکل در حد لازم خدمات را ارائه نمایند.
و خوبی سومش است که به دلیل اینکه متشکل از چند پروتکل می باشد به صورت همزمان می توانیم آنها را توسعه دهیم. و همچنین داریم تفاوت پروتکل TCP و مدل و OSI مدل که در تفاوتشان در چی است. هر دو مدل TCP/IP و OSI در روی شباهت‌های بسیاری هستند. هر دو مدل بر اساس مجموعه پروتکل‌های مستقل ساخته شده‌اند. عملکرد لایه‌های آن نیز تا حدودی به همدیگر مشابه است. از مدل OSI برای توصیف عملکرد شبکه‌های کمتری استفاده می‌شود، اما از مدل TCP عملاً به صورت وسیع در شبکه‌های کمتری استفاده می‌شود و ارتباطات میان شبکه‌ها بر اساس این مجموعه پروتکل‌ها برقرار می‌شود. تفاوت دیگری این است که در مدل TCP تفاوت سرویس‌ها و پروتکل‌ها واضح و مشخص نمی‌باشد. مدل OSI که دارای 7 لیر می‌باشد، اما TCP دارای 4 لیر می‌باشد. مدل OSI بهترین روش برای درک مفاهیم سرویس‌ها می‌باشد که لایه پایانی در اختیار لایه بالایی قرار می‌گیرد. مدل TCP/IP عملکرد یک لایه یا نحوی انجام کار یک لایه را توضیح می‌دهد. پروتکل‌های OSI بهتر از TCP مخفف شدند و امکان تغییر آنها به راحتی وجود دارد. مدل OSI قبل از اختراع پروتکل‌های آن ساخته شده است، اما در مدل TCP اول پروتکل‌ها اختراع و توسعه داده شدند، بعداً مدلی برای توصیف آنها ساخته شد. و اما هیچ مشکل در زمینه تطبیق پروتکل‌ها با مدل TCP وجود ندارد، اما در مدل OSI بعضی از پروتکل‌ها با مدل آن تطبیق نیستند. مشکل مدل TCP/IP این است که این مدل با هیچ مجموعه پروتکل دیگری کار نمی‌تواند. وابسته بر مجموعه پروتکل‌های خود است، اما در مدل OSI که قضیه برعکس است. این مدل هیچ گونه وابستگی با مجموعه پروتکل‌های خود ندارد. مدل OSI از هر نوع ارتباط کانکشن لیس و کانکشن اورینتد در لایه شبکه پشتیبانی می‌کند، ولی در لایه انتقال فقط سرویس کانکشن اورینتد است. در مدل TCP/IP که در لایه شبکه فقط سرویس کانکشن لیس دارد، ولی در لایه انتقال از هر نوع ارتباط پشتیبانی می‌کند. چنان اینجا داریم اپلیکیشن ترانسپورت اینترنت و نتورک اکسس که 4 لیر مربوطه TCP/IP میباشد. و دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب فراموش